هستم، مدیر عامل شرکت آریت نصاری. شکیبا جان مبارک باشه. میگن تجارتتان شروع کردین در افغانستان. خیلی خوشحالم که اولین تجارتم با افغانستانه. زنده باشین، سلامت باشین. وقتی که روان شدی طرف افغانستان با پدر جانت، گاهی اوقات بعضی گپ‌ها و فکرها خودت دوباره یعنی پشیمان نمی‌شدی که من نباید برم کابل، برم افغانستان برم؟ تجارت بزرگترین درسی که به من داد این بود که تصمیمی که گرفتی و باید تا آخرش بری. این یک. دو، این که اخبار نگاتیو و منفی از افغانستان من خیلی شنیدم، اما من بار دوممه که میام اینجا و از همون بار اول وقتی من رسیدم اینجا واقعا اصلا اون شکلی که توی اخبار سوشال میدیا نگاتیو صحبت میکردن هیچی نبود. همه چیز اینجا سیف، همه چیز اینجا خوب، همه چیز اینجا اوکیه. تنها مشکلی که هست انرژیه. اینجا اگر انرژی باشه دیگه هیچ مشکلی نیست. اینجا رو میتونیم از طریق صنایع، از طریق برق، برشنا، پزشکی، بهداشت، همه از طریق همه صنایع میتونیم اینجا رو آباد کنیم. بسیار عالی. شکیبا جان میگه پدر جانش چقدر عالی، پدر جانش حمایت میکنه شکیبا جان. تجارت خانما بر ما معلومات بدین، چقدر ارزنده است، چقدر مهم است در یک جامعه دخترها تجارت کنند. از نظر خود من و از نظر دین اسلام تجارت از طرف خانم‌ها هیچ مشکلی نداره و اتفاقاً حضرت خدیجه بود که حضرت محمد را ترویج کرد به تجارت و از همون طریق هر دو نفرشون با هم دیگه دین اسلام رو ترویج کردن. و نسبت به همین مثالی که خدمتتون زدم، ما باید خانم و آقا هیچ فرقی با هم دیگه نداریم. باید دست به دست هم بدیم، تجارت رو راه بندازیم، استارت کنیم، رشد بدیم، توسعه بدیم تا بتونیم کشورمون رو رشد بدیم. توی جایی که زندگی میکنیم به کشورمون باید ببالیم، به خاکی که داخلش هستیم، به دنیا اومدیم، متولد شدیم، سرزمین مادریمون هست، باید ببالیم بهش و اونجا رو رشد و توسعه بدیم. 100%. بسیار عالی، بسیار خوب. چقدر انگیزه مثبت شکیبا جان امروز بر ما نوازی شما جلوتر از همه. من یک تشکر از مردم افغانستان و از جمله تک تک افرادی که اینجا حضور داشتن و ما را پذیرفتن و ازشون تشکر میکنم. استاد قن میخوایم در نخست رو پرسان کنم چطور که افغانستان به تجارت انتخاب کردی؟ اولا من خودم معرفی کنم، بنده امیدی هستم، مدیر عامل شرکت آریت نصاری تو قسمت وزارت بهداشت یا شفاخانه ها و قسمت صنعت معدن و برشنا و زراعت فعال هستیم. اینکه شما میفرمایید که چطور ما خودمون رو در انتخاب کردیم افغانستان برای خودمون، این انتخاب نیست، شما جزئی از ما هستید. چرا ما باعث بگیم که انتخاب کردیم؟ شما همکیش ما هستید، همزبون ما هستید، ما مرزی نداریم ما بین خودمون و شما، نباید هم داشته باشیم. ذائقه‌هامون یکیه و از نظر فرهنگ آغشته هستیم. بدون شک. استاد تنها آمدین یا با فامیل؟ من دخترم هم اینجاست، پسرم هم اینجاست و از فکر کنم 2-3 ماه پیش دخترم اولین تجارتشو با افغانستان شروع کرده، تفاهم نامه‌ای را ایجاد کرده. حالا من معرفی حضورتون میکنم و اکثریت افرادی که حالا بیرون از افغانستان تبلیغات سوئی برای افغانستان دارن، من تبلیغات خیلی خوبی برای افغانستان ایجاد کردم. گفتم همچون چیزی نیست که شما فکر میکنید تبلیغات همچون تبلیغاتی است. همه میگفتن چرا دخترتو میبرید، مگه اونجا چه خبره، این که اتفاقاتی که ممکنه رخ بده. و با آوردن دختر خودم اینجا و تجارتی که ایجاد کرده به مردم ایران و به دنیا دارم میفهمونم که افغانستان حتی از خود ایران هم امن‌تره. تنها امروز ما هر وقت به زبان افغان ها میگفتیم، باز بعضی ها میگفتن که ما نمیفهمیم که در افغانستان چی خبر است، اما امروز یک نفر آمده که به ما افتخار هستند که از کشور دوست همسایه ما ایران امروز آمدن در افغانستان. مهمان نوازی هموطنای ما چگونه بود؟ آیا مهمان نواز هستند؟ بسیار بسیار مهمان نواز و بسیار بامرام هستند.
حتی سنت هایی که ما ایرانی ها شاید فراموش کردیم توی مهمان نوازی، مردم افغان هنوز اونو فراموش نکردن. ما افتخار میکنیم واقعا. هر سری من برگشتم ایران میگم جز بهترین سفرهای من بوده. دلیلش این که شاید اینجا هوا سرد باشه، برشنا نداشته باشید، ولی مردم بسیار خونگرم و مردم بسیار با محبتی داره. شما امروز همه ایرانیایی که امروز در افغانستان آمدن مصروف کار هستید؟ نعم، أنا ممثلة لشركة آريا أطلس السوري، ونحن نتعاون مع بعضنا. نحن شركتنا من أفغانستان وشركتهم من إيران، ونحن نتعاون في أفغانستان لبلد الأفغانستان. بسیار عالی. فکر کنم گفتین که باش کمک من ترجمه کنم اگر چیزی آتر نیست. شریک هستین با همی ایرانی ها. چطور است کار با کشور دوست همسایه ما ایران چگونه است؟ بسيارة ليستا. نحن سعيد جدا أن نعمل مع شركتهم، لأن هم يعني هم سعيد أيضا أن هم يريدون أن يتغيرون حالة أفغانستان، حالة الاقتصادية. پس ما بسیار خوش هستیم چون که اینها زیاد علاقمند هستند و بسیار زیاد علاقمندی دارند تا که محصولات بسیار عالی با کیفیت بسیار عالی را به افغانستان بیارن و در پیشرفت افغانستان میخواین با ما همکار باشن. به خاطر همین بسیار ما خوش هستیم که با اینها همکاری داریم. بسیار عالی. روبینا جان بسیار مقبول. کارکردت شما را خود ندیدیم اما بسیار مقبول صحبت میکنین، شیرین عربی گپ میزنین. این عربی را کجا یاد گرفتین؟ من خودم شخصا کابل خواندیم، خودم یعنی خودم درس‌های خودم هم خواندیم و در یگان کورس هم خواندیم. در کورس ها یاد؟ بله بله. واقعا استعداد دخترها دیگه باز قابل قدر هستن. دخترها زیادتر استعداد داره. باش خود صفتی کنیم. بله بله البته. بسیار تشکر روبینا جان قند که امروز با ما عربی صحبت کردین. در تمام عرصه های زندگیت موفق سربلند باشید. ممنون بسیار زیاد. همچنان پیام داشته باشی بر دختر جوانا دیگه. دخترایی که جوان هستن، گوشه‌گیر هستن، زیاد میترسن، نمیره بیرون، نمیبرن به تجارت پیش دست نمیزنن. گفتنی داشته باشی، پیام داشته باشی، کمره داخل. بله بله البته، چون فعلا اوضاع افغانستان در یک حالت است که برای پیشرفت زمینه زیاده است و مخصوصا جوانای افغانستان فعلا دخترهای همسن خودم جوانای افغانستان بسیار زیاد باید تلاش کنند در بخش پیشرفت وطن ما، چون اگر ما ببینیم هر کشوری که است همین جوانایشان هستند که پیشرفت کردن، همین جوانهای کشورها هستند که کشور برای یعنی به جلو میبره. اما در افغانستان فعلا دخترها بسیار زیاد زمینه برابر است و ما کوشش میکنیم خودمان برابر کنیم. میخوایم یک مثال باشیم برای دختران دیگر تا که آنها هم یک جرأت به دست بیارن، اعتماد به خودشان کنن، چون دخترهای افغانستان بسیار زحمتکش هستند، بسیار هم علاقمندی دارن به درس ها و به کار کردن. پس من فقط همین پیام دارم که باید در خود کشور